یه زن دیدم برات، نجیب، خانواده دوست، خانواده دار، تحصیل کرده. تو که ارزه مرزه نداری. دستت درد نکنه دیگه، ارزه چی ندارم. یه زن خودم دیدم خوشگل، قد بلند، خوش هیکل، کمر باریک. داداش یه لحظه گوشی رو نگه دار. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. دایی چرا زن نمیگیری؟ نکنه دنبال دختر خوشگل میگردی؟ نه دایی، از قدیم گفتن زن خوشگل مال مردمه. اتفاقا دنبال یه زشتشم که حداقل خیالم راحت واسه خودمه. ولی به نظر من آدم اصل چند نفری بخوره بهتر از اونه که گوه تنهایی بخوره. ای دیوز. بچه ها شامتون خوردین؟ میزش ترک نکنین، باهاتون کار دارم. ما که میز زنیم بابا. خواهی داره بلند شدی. داداش اینو میبینی؟ خب داداشت باری کلده دمت گرم. اینو چی؟ اینو دیدی بودی؟ اینم داداشت. دمت گرم داداش. اون پسره رو میبینی؟ خب اونم داداشت. دمت گرم بابا. داداش تو اون لیستت نگاه کن ما رو نگاهیدی؟